مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید. ماجرای دعوا و درگیری سحر قریشی و امیر تتلو حسابی این روزها در فضای مجازی بالا گرفت و این جواب اونو میده و اون جواب اینو میده و این فوش میده و اون یه حرفی میزنه و این میگه اون نمیدونم بده بود و اون میگه این منو زده بود و اون میگه منو خف کرد. خلاصه این یه چیز میگه اون یه چیز میگه، یک دعوای عجیب و غریبی توی فضای مجازی رقم خورده و ما هم این وسط وقتی میایم صحبت میکنیم تنها کامنتی که داریم این هستش که امین فرین خایمال تتلو. این تنها چیزی که حالا خیلی دارن این صحبت هم، اما اینطوری هم نیست و ما در رسانه پشت پرده و من همیشه سعی کردم که یه مقداری واقعی به موضوعات نگاه بکنم. تو این ویدیو هم همینطوری هستش و اصطلاح خودمون ما شما مو میبینی و ما پیچش مو و شاید یک سیاستی داره که ما یه حرفایی رو میزنیم. خیلی هم مثلا توی روابط اجتماعی یا مثلا توی خیابون منو میبینم میگن او تو چه آدم فانی هستی، چه آدم راحتی هستی، خیلی خوب و باحال و اصطلاح خودمون کولی. بعد توی این فضای مجازی و تلویزیون و اینا خیلی آدم اونق و یه دنده و چونی همین صحبت ها میاد، خیلی پر ادعاست. آقا توی فضای مدیا اینطوری اگه من یکم شلوول صحبت بکنم یا اگر بخوام شل بکنم اصطلاح ادبیات خیابونی میخورنم یه عده و اصلا دیگه حرف من برو نداره و یه عده حساب نمیبرن از ما. به خاطر این ما سعی میکنیم که به جاش شوخی بکنیم، به جاش بیادبی بکنیم، به جاش بی‌تربیتی بکنیم، به جاش با ادب باشیم و به جاش منطقی باشیم و سعی کردم که حالا با افراد مختلف، چه این فاضلابای مجازی، چه شاخهای مجازی، چه آدمای معروف و مشهور، چه آدمایی که با هر کسی به سبک ادبیاتی خودش باهاش صحبت بکنم و باهاش لایو بذارم و این بالانس رو رعایت بکنم. اما خیلی به من گفتن که آقا این دعوای تتلو و سحر قریشی کی راست میگه کی دروغ میگه؟ ببینید وقتی که صحبت‌های دخترایی که رفتن پیش تتلو رو میذاریم کنار هم دیگه، من یه برداشت میکنم میگم که خب شاید یکیشون دروغ بگه، دوتاشون دروغ بگه، سه تاشون دروغ بگه، همشون که نمیتونن دروغ بگن. که این که میگن ما میریم پیش تتلو موهامونو میزنه، این که میگن ما میریم پیش تتلو به زور میگه باید تتو بزنید، ما میریم پیش تتلو ما رو کتک میزنه، اینکه اطرافیان تتلو همیشه سکوت میکنن در مقابل داد و بیداد کردنهای تتلو. من کسی که خودم طرفدار آهنگای تتلو هم میگم اون دخترها راست میگن. من حقو به اون دخترها میدم، میگم حتما اونا دارن راست میگن، چون به هر حال یکی دروغ میگه، دو تا دروغ میگه، سه تا دروغ میگه، همه که نمیتونن دروغ بگن که. ولی یه ولی این وسط وجود داره. اگر همه این دخترها میان دست به افشاگری میزنن و میگن که آره این اتفاق افتاده، چرا بازم دخترای دیگه میرن پیش تتلو؟ چرا افراد دیگه هم باز میرن پیش تتلو و تلفن هم زنگ خورد بچه چون مهمه وسط ضبط سلطان من زنگ میزنم به شما وسط ضبط ویدیو هم من وسط ویدیو جواب تو دادم دیگه، انقدر مهم بود. همین دیگه دوره همین داریم صحبت میکنیم. آقا یه نفر دروغ میگه، دو نفر، سه نفر، 5 نفر، 10 نفر، 20 نفر، همه دارن یه حرفی رو میزنن، قطعا این قضیه هست. اما اون ولیه مهمه. همه این آدمایی که این داستان رو میشنون چرا باز میرن پیش تتلو؟ بله میرن، باورتون نمیشه، میرن پیش تتلو جلوش سجده میکنن، تتلو رو خدای خودشون میدونن. منی که دیگه این همه از تتلو برنامه ساختم بهش نزدیکم، من که دیگه نمیتونم کتمان بکنم این قضیه رو. که میگن یینگ یانگ و این صحبت ها و نمیدونم کتاب برای خودشون درست کردن و پرچم و کشور و اصلا یه لاین دیگه. ولی دختری که میری پیش تتلو، خانمی که میری پیش تتلو، بعد از این ویدیو من یا قبل از این ویدیو من یا هر دفعه دیگه بخوای بری پیش تتلو
و اگر تتلو این بلاها رو سرت بیاره، تو خونه حبست بکنه، 2 تا آدم بذارید اینور و اونور ویلا، بیاد مواد بکشه و کتکت بزنه، به زور بشونتت و تتو بگه بزن و به زور بگه عکس منو باید تتو کنی، موهاتو بزنه، تمام این کارا رو میکنه، موهاتو باید بزنی، همه این کارا رو بگه بهت بکن. اگر رفتی پیش تتلو بعد از این اتفاقات گو میخوری بیای تو فضای مجازی افشاگری بکنی، بیجا میکنی بیای تو فضای مجازی، چون تو اسکلی وقتی ما این همه داریم میگیم آقا نرو پیش این آدم این بلا رو سرت میاره، بازم میگم گو میخوری بعدش به افشاگری بکنی، چون خریت و احمقیت از خودته. ولی آروم گفتم، هم محکم گفتم، قشنگ بره تو مغزش. این از این آدم. هر کی میره پیش تتلو تکلیف مشخصه دیگه. وقتی تتلو میاد میگه آقا نیو فیس، وقتی تتلو میگه آقا دختر جدید، و یعنی چی؟ یعنی بعد بری پیش تتلو بدی بکنتت بیای بیرون، یعنی تو یک جنده علنی تمام شد و رفت. یعنی چیز پیچیده ای نیست تو بری پیش تتلو یعنی جنده ای، چون اگه نباشی بعدش با ویدیوهایی که میذاره، با پستایی که میذاره جندت میکنه. تتلو وقتی به مادر خودش هم رحم نمیکنه، به همه فوش میده، انتظار داری به تو فوش نده؟ خیلی احمقی اگه همچین چیزی رو فکر بکنی. نه تو با بعد متاسفانه دختره سرزمین من و کسانی که مثل ناموس من میمونن همیشه تو روابط‌های اجتماعیشون این اشتباه بزرگ رو میکنن که این شاید با قبلیه فرق داشته باشه، که این با قبلیه فرق میکنه، نه این یکی دیگه است، نه این سلبریتیه، نه این معروفه، نه این آرتیسته، نه این خواننده است. ما رو بذار کنار. غریزه انسانی که داره یا نه، راست میشه یا نه، بین همه که اون غریزه انسانیه که ثابته دیگه، فرقی نمیکنه. میخواد طرف معروف باشه یا غیر معروف باشه، بر اساس یه اتفاق یه آدمی معروف شده، ولی خب آدم بکنه دیگه. پس نتیجتا تو بری پیشش بری، بعد تتلو وقتی میبینه مادر تمام این آدم ها رو سرویس کرده، خار مادرشون رو یکی کرده، تیرشو کرده وسط این آدم ها، و همه این آدم ها میان و افشاگری میکنن و باز مشتری داره و باز طالب داره که بیان پیشش و باز طرفدار داره و باز خواهان داره، میگه حتما مسیر من درسته و درست دارم مسیر رو میرم. اگه یه جایی این مسیر قیچی بشه، مسیرش رو عوض میکنه. وقتی میبینه با فحشای خار مادر، با فحشای ناموسی، فحشای رکیک به طرفدارانش، هر روز داره به طرفداراش اضافه میشه، طرفدار شیش آتیشش، مسیر رو ادامه میده و میره جلو. پس تویی که این آدم رو دنبال میکنی، تویی که این آدم رو فالو میکنی، یا تویی که این آدم رو میری جلو باهاش و بعدش میری تو خونه اون آدم، مقصر تویی نه تتلو، چون تویی که دوست داری بدی و بری. همه اینا رو بذاریم کنار. وقتی ما میایم این قضیه رو مطرح میکنیم میگن چقدر تتلو گرفتی، چرا داری ازش حمایت میکنی؟ تو گاوی که من این همه دارم مثل بچه آدم افشاگری میکنم نمیفهمی. ببخشیدا ولی دیگه من آدم روکیم. تو آدمی هستی که گروپ زاده ای، چون اگه گروپ زاده نباشی حرف سالم رو میفهمی و بعدش وقتی میری پیش تتلو دیگه حقی نداری بعدش افشاگری بکنی، چون تو با علم و آگاهی رفتی. خب اما یه استثنایی هم وجود داره. طرف میگه آقا این همه توهینایی که داری میکنی شعبش به من نمیخوره. میگم چرا؟ من اصلا این برنامه‌های تو رو نمیدیدم، اصلا طرفدار این آدم نبودم، اصلا اخبار رو دنبال نمیکردم. یهو تو خیابون این آدمو دیدم، باهاش آشنا شدم، خوشم اومد، من خوشش اومد، من رفتم پیش این آدم، اون بلا رو سر من رو بود. تکلیف من چیه؟ میگم اوکی، میریم وارد فاز دوم میشیم. چرا وقتی از خونه تتلو اومدی بیرون ازش شکایت نکردید؟ به حال پزشکی قانونی وجود داره، یه چیزی وجود داره، مگه نمیگید ما رو زدن؟ بعد اونجا یعنی چیزی که تعریف میکنه شبیه زندان گوانتانامو. بازم میگم وقتی که چند تا دختر دارن داستانهای یکسان تعریف میکنن من باور میکنم،
حالا جلوی من یا شاید جلوی مثلا سید ناصر که رفیق منه و ما با تتلو مثلا تو گروپ کال میکنیم، شاید جلوی ما مثلا همچین چیزایی رو بروز نده، ولی خب وقتی بقیه من میگن ما نمیتونیم روی حق پا بذاریم که. نظر من اگه بخواید من میگم حتما دارن راست میگن. البته من تتلو رو دعوت میکنم به مصاحبه، هرچند ما همدیگه رو بلاک کردیم تا اونجایی که من میدونم. من دعوتش میکنم به مصاحبه بیاد، سر قریشی هم دعوت میکنم به مصاحبه بیان، این دو نفر اصلا ببینیم داستان از چه قراره، ببینیم کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه. اون که فوش میده، اینم که کلا میگه که آره اون منو حبس کرد. یعنی هر کدومشون یه مسیری رو دارن برای خودشون میرن و وقتی حرفای آدم‌های مختلف رو میذاریم کنار هم دیگه چیزی شبیه به یک هیولا به دست میاد. من با 2 تا از این دخترایی که رفتن خونه تتلو صحبت میکردم، اسمشون هم محفوظ، میگفتم ما تا 3-4 ماه فقط بعد تراپی میکردیم، اتفاقاتی که تو خونه تتلو برای ما رقم خورده. و تو امین وقتی میای از این آدم دفاع میکنی، ما آدمایی میشیم که سرخورده میشیم، ناراحت میشیم، میگیم چرا یه رسانه مثل امین فردین داره از این آدم دفاع میکنه، در صورتی که من دفاع نمیکنم. من دارم نسبت به این قضیه منطقی و 2 تا 4 تایی میرم. آقا شما میری به یه شخصی میگی آقا این استخره که جلوش میبینی، خب این استخره قابلیت مکندگی داره که غرقت میکنه و خفت میکنه، تو قهرمان دنیا هم باشی بری تو این استخره میکشتت. بعد طرف میاد میگه آقا من قهرمان مدرسه‌مونم، من اول شدم تو مدرسه‌مون تو مثلا کرال پشت، من میپرم تو این آب، میپره غرق میشه. بعد ما میگیم آقا نگاه کن این غرق شده، نپرید تو آب، نپرید توی آبا. بعد دوم میگیم آقا قهرمان استانم، من خیالتون راحت من بپرم توی این آب غرق نمیشم، اونم میپره زرت غرق میشه. بعدی میگه من قهرمان کشورم، اونم دوباره میپره توی این استخره، اونم زرت غرق میشه میمیره. بعدی میگه آقا من قهرمان جهانم، اونم میپره توی این استخره با اینکه شنا بلد بوده اونم زرت غرق میشه. بعدی میگه آقا من قهرمان المپیکم، یه پله من بلدم چی کار بکنم، اونم میپره تو آب زرتی میمیره. بعد خانواده اینا میان میگن چرا راجع به این استخره صحبت نمیکنی، چرا نمیگی این استخره میکشه؟ میگم پوفیوزا، من روز اول گفتم این استخره اینطوریه. خود استخره هم اصلا بالاش نوشته اگر خطر غرق شدگی. خود تتلو گفته بیای تو خونه من بکنمه، ترتیب تو بدم، تتو هم بعد بزنی، دردم بعد بکشی، وگان هم بعد بشی. این قوانین خونه منه. وقتی تو میری تو اون خونه، وقتی تو میپری تو این استخره، مقصر تویی دیگه. این آیا دفاع کردن از اون آدمه؟ اگه دفاع کردن از اون آدمه تو احمقی که میری این زیر مینویسی. چون من آدمم که خیلی به این موضوعات منطقی میپردازم. 2 تا 4 تا اعداد ریاضیه، خیلی هم پیچیده نیست. اینکه بعد شما چرا شکایت نکردید این یه بحث دیگه است. بعد میگن نمیدونم تو خونه تتلو 5 تا آدم بودن جلو اونا ما رو کتک میزد. بابا نازش هست، ما آدما اون پسرایی که اونجا بودن، شما چقدر آدما بی غیرت و بی‌ناموسی بودین که تتلو شما جلوی شما دست بلند میکرد روی دختر دیگه، شما سکوت میکردید. بابا دمتون گرم. شما باید شعبه بی‌ناموسی رو توی جای مختلف ثبت بکنید. با همین بودن بهتون میگم اگه فردا خیلیاتون هم رفیق منید، بیاد زنگ بزنید به من بگید که تو اخلاق تتلو میدونی، تتلو اگه بیاد خونه من یا در یک جای من ببینمش، اگر جلوی من به دختری دست بلند بکنه چونش میذارم اونجا، میذارم اینجوری بمونه، اجازه میدم دست بلند بکنه روی دختر. ولی ما جنوبیم، ما توی مملکتی مرزدار بودیم، جنگ که شد همه جلوی کشور وایسه. من تو اون خاک و مرز بزرگ شدم، تخم من اون پدری انداخته که تو اون مملکت برای جنگ رفته دفاع کرده و از ناموسش. شماها رو دیگه نمیدونم، ولی اگر جلوی من چه تتلو باشه، چه بابای خودم باشه، چه عباس باتری ساز باشه، چه سکینه سبزی فروش باشه، جلوی من دست روی دختر دیگه بلند بکنه چونش میذارم اونجا. میگم نالک کن کونکش، یعنی با همین لهجه. تعارف ما نداریم با کسی که. بحث ناموس، بحث اینه که شما باید اجازه ندی که این بی‌ناموسی ها اتفاق بیفته. هدف از این ویدیو این بود که یه مقداری من این غیرت ها رو قلقلک بدم و یه مقداری این ناموس سرزمینمون رو ذهنش رو شفاف و آگاه بکنم. امین فردین کارش افشاگری هست. من 1-2 تا از این آدمایی که رفتن خونه تتلو و باش رل زده بودن طولانی و اسمشون رو بیارم قطعا میشناسید، دوستایی بودن که من مثلا 5-6 سال میشناختمشون. بعد من یه دفعه استوریا و پستای تتلو دیدم این دختر رفته خونه اون طرف، پشمام ریخت.
بعد از 1 سال اومد به من میگه آقا من بدبخت شدم، بیا راجع به تتلو صحبت کن. میگم آقا تو قبل از اینکه بخوای بری پیش تتلو بهش بدی یه زنگ نزدی از من استلام بگیری که امین فردی نظر راجع به تتلو چیه که من بگم یه پاداری یه پا دیگه هم قرض بکن نرو خونه‌شون چونه تو پاره میکنه. بحث موزیکش فرق میکنه با بحث اخلاق شخصیش. بله تتلو واقعا همچین کاراکتری رو داره، دخترا رو میزنه، ولی وقتی تو میخوای بری تو خونه اون آدم، مگه من دروازه‌بان خونه اون آدمم؟ به دروازه‌بان کس مردمم که اگه میخواد بره به یارو بده من بگم نده؟ من فقط میتونم آگاه بکنم. الانم همینه، با همین رک بودم، با همین صراحت دارم بهتون میگم. اگر برید پیش این آدم، آقا مثل بازیگرا و تهیه کننده ها دیگه، آقا من میگفتم آقا نرید پیش تهیه کننده ها. تهیه کننده ها 90%شون ترتیبتون رو میدن. سینما ایران فاسده. بعد طرف میرفت پیش تهیه کننده میبرد ترتیبش رو میداد، پرده دختره رو میزد، دختره میومد با آزمایش پزشکی قانونی میگفت میخوام 2 دقیقه دیگه رگ دستم بمیرم فلان بکنم بیسام بکنم. آقا فرین تو رو خدا افشاگری کن. گفتم گو میخوری، من برای چی افشاگری بکنم برای تو؟ با همین لعنا. گفتم تو طرفدار برنامه‌ام بودی؟ گفت آره. گفتم برنامه‌مو دیده بودی؟ گفت آره. گفتم منو طرفدارم بودی، باورم داشتی؟ گفت آره. گفتم مگه بهت نگفتم گفت نه من شاید فکر می‌کردم با بقیه فرق داشته باشه. گفتم خب حالا برو گوی می‌خوای بخوری بخور، به من ربطی نداره. من که دروازه‌بان مغز اسکل تو که نیستم. اینجا هم نمیتونم وایسم بگم آقا تو رو خدا برید یا نرید. به من چه؟ من فقط میتونم تو رسانه‌ام آگاه سازی بکنم. نمیتونم که این بزنم اینجا مغزت بگم آقا این کارو بکن یا نکن. پس اون گاو و بیشوری احمق نفهمی که میاد میگه داری از تتلو حمایت میکنی، اون خودش گاو و بیشور احمق و نفهمه. چون نمیدونه که آقا ما داریم یه پله میایم عقب‌تر، موضوع رو بزرگتر کردیم، این موضوع رو بازتر کردیم، داریم بزرگتر به این قضیه نگاه میکنیم. بحث طرفداری نیست، بحث اینه که تو اگه بری تو خونه این آدم برای سرت میاد. خیلی مخلصیم آقا، دمتونم گرم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. نظرم هم گفتم راجع به این آدم ها و حالا به زودی صحبت میکنیم، چون سرقاریشن چند تا ویدیو داده بیرون راجع به ما صحبت کردم. من وقت بکنم راجع به صحبت خواهم کرد. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.